شورای عالی اداری مصوبه‌ای رو تصویب کرده و سازمان منابع طبیعی کشور رو منحل کرد. چرا تکرار؟ چرا تعمیم این نسخه‌ای که هیچ موقع اثر نداشته؟ شرایط امروز ارومیه، هامون، هورالعظیم، شادگان، گاوخونی، انزلی، میانکاله، خوران و همه تالاب‌های ما رو بررسی کنیم. دهه 40-50 سازمان محیط زیست شکل گرفته با یه ساختاری. این ساختار ادامه پیدا کرده تا همین الان. در دوره شما داره تصمیمات خوبی گرفته میشه در داخل همین ساختار. چیزی که بسیار ما تو این بره بهش نیاز داریم اینه که واقعاً یه اراده‌ای داشته باشیم برای اینکه اصلا ساختار رو بروزش بکنیم. برنامه‌های محیط زیستی مشترک بسیار فرح بخش، بسیار نشاط افزا. این تشکل‌ها انتظار شفافیت و پاسخگویی مسئولین محلی رو در مورد این معدن طلا دارند. مطمئن باشید که این دولت یکی از مباحثش تشکل‌های مدنی هست و یه مصوبه بردیم الان در کمیسیون فرهنگ اجتماعی دولت هست که عنوان مصوبه هست توانمندسازی نهادهای مدنی و هم‌افزایی نهادهای مدنی با دولت. الان تو دستور کار هست و دستور رئیس جمهور هم روش هست. رئیس جمهور برای اولین بار در حوزه تشکل‌ها و احزاب برای خودشون مشاور انتخاب کردن. یعنی چی؟ میخوان تشکل‌ها دیده بشن، شنیده بشن، طرح‌هاشون، چالش‌هاشون، آسیب‌هاشون، بحران‌هاشون دیده بشه و بهش بپردازیم. تشکل‌هایی که دغدغه ملی دارن، تشکل‌هایی که به خاطر یک درد ایران داوطلبانه وارد میدان میشن، این قابل ارزشمنده. خانم انصاری، جناب آقای ربیعی، درد تشکل‌ها در استان‌ها اینه که مسئولین دولتی اصلا این تشکل‌ها رو خیلی جا به رسمیت نمیشناسند. تشکل‌ها رو نمیبینن. در بسیاری از جهات تشکل‌ها رو رقیب خودشون میدونن. اینو باید اصلاح کنیم. اگر اصلاح نکنیم تشکل‌ها به جایی نخواهیم، ما خودمون به جایی نخواهیم رسید. این گفتگوها باید تقویت بشه، گفتگو بین سازمان حفاظت محیط زیست و بدنی تشکل‌های مردم نهاد. و واقعا میخوام اینجا خدمتون اشاره بکنم که ما این اعتقاد رو داریم که بدون همکاری، بدون کمک و در واقع همراهی و مشارکت شما عزیزان نمیتونیم بر این همه موانعی که وجود داره، بر این مشکلاتی که انباش شده در حوزه محیط زیست و الان به حال به ما رسیده غلبه بکنیم. حتما باید بسترسازی بکنیم. من تاکید میکنم به معاونهای محترم که حتما جلساتی رو به صورت مستمر داشته باشن. انشاءالله این جلسات رو هم کماکان با شما خواهیم داشت. پیگیر جلسه با آقای رئیس جمهور هم هستیم.